حدود 3000 سال پیش، یعنی تقریباً قرن نهم تا هشتم پیش از میلاد، اقوام آریایی از سمت شمال و شمال شرقی وارد فلات ایران شدند. این اقوام به دو شاخه بزرگ تقسیم شدند: مادها و پارسها. مادها توی منطقه غربی ایران ساکن شدند، جایی که امروزه تقریباً استانهای کردستان، همدان، کرمانشاه و بخشی از آذربایجان غربی رو شامل میشه. اونا در ابتدا یه سری قبیله پراکنده بودن، زندگی قبیله‌ای داشتن بدون پادشاه واحد، بدون ساختار مرکزی. هر طایفه‌ای برای خودش ریش سفید و بزرگی داشت که تصمیم می گرفت. اما یه چیزی این وسط مشکل ساز شده بود: همسایه شرقی مادها یه ابرقدرت بیرحم بود: آشوری ها. اونا یکی از خشن‌ترین و نظامی ترین تمدن‌های تاریخ باستان بودند. به قول تاریخ نویسا، آشوری ها نه فقط دنبال جنگ بودند، بلکه توی شکنجه و ایجاد رعب و وحشت استاد بودند. مادها بارها و بارها از طرف آشور مورد حمله قرار می گرفتن، غارت می شدن، اسیر می دادن و همیشه در ترس زندگی می کردن. و اینجا بود که یک نیاز جدید شکل گرفت. یه صدای تازه تو دل مردم پیچید: ما نیاز به اتحاد داریم، نیاز به یه رهبر واحد. اینجا بود که اسم دیاکو وارد داستان میشه. یه مرد از بین مردم که به زودی قرار مسیر تاریخ رو عوض کنه. اما قبل از اینکه وارد داستان دیاکو بشیم، بذارین یه نگاهی بندازیم به فرهنگ، زندگی و باورهای مادها چه ویژگی داشتن، چه دینی داشتن، چطور زندگی میکردن و اصلاً چه شد که به این نقطه از تاریخ رسیدن. تصور کنید یک قبیله کوچیک رو با خونواده هایی که تو چادر زندگی میکردن. مردها دامدار و شکارچی بودن، زنها نخریسی و قالی بافی میکردن. بچه ها هم از همون کودکی یاد میگرفتن چطور تو دل طبیعت زنده بمونن. فرهنگشون ترکیبی بود از باورهای آریایی با تأثیراتی که از بومیهای ایران گرفته بودن. کلمه ماد احتمالاً ریشه در واژه‌هایی داره که به معنی قوم یا ملت میداده. زندگی مادها بیشتر به صورت قبیله‌ای میگذشت. هر قبیله رئیس خودش رو داشت که معمولاً یه پیرمرد با تجربه بود. تصمیم گیری ها جمعی بود، اما اختلاف و درگیری هم کم نبود. اینا هنوز یه ملت یک پارچه نشده بودن، بیشتر یه مجموعه ای از قوم‌هایی بودن با زبان و فرهنگ نسبتاً مشابه. از نظر دینی مادها یکتاپرست بودند. بله، برخلاف بعضی از اقوام اون زمان، مادها اعتقاد داشتن به یک خدای واحد. هرچند هنوز زرتشت ظهور نکرده بود، اما باورهایی داشتن که بعدها زمینه ساز شکلگیری دین زرتشت شد. اونا به نیروی طبیعت احترام میذاشتن، مثل آتش، باد، آب و زمین. با اینکه مادها ظرفیت داشتن یک تمدن رو بسازن، ولی پراکندگیشون، نبود ارتباط منظم بین قبایل و نداشتن زبان نوشتاری رسمی باعث شده بود کمتر دیده بشن، تا اینکه فشار از بیرون شروع شد. فشار از طرف آشور. آشوری ها نه تنها حمله می کردن، بلکه مردم رو به اسارت می بردن. دارایی ها رو غارت می کردن و حتی قبایل رو مجبور می کردن مالیات بدن یا سرباز بفرستن. و این تهدید باعث شد که یه حس مشترک تو دل همه قبایل ماد شکل بگیره. و اینجاست که نوبت میرسه به ظهور یه رهبر، کسی که نه فقط سیاست مدار بود، بلکه محبوب بود، باهوش بود و از دل همین مردم برخاسته بود. وقتی اسمش رو میشنوی شاید برات یه شخصیت افسانه‌ای به نظر بیاد، ولی واقعیت اینه که دیاکو یکی از واقعاً مهمترین شخصیت‌های تاریخ ایرانه. نه فقط چون یه پادشاه بود، بلکه چون برای اولین بار توی تاریخ ایران مفهومی به اسم کشور واحد رو ایجاد کرد. طبق روایت معروف هرودوت، تاریخ نگار یونانی، دیاکو پسر یکی از بزرگان ماد بود، یه آدم باهوش با شخصیتی قوی و مشهور به عدالت خواهی. وقتی توی یکی از قبایل ماد مشکلات و درگیری ها زیاد شد، مردم تصمیم گرفتن یه داور انتخاب کنن که بینشون حکم بده.
دیاکو داور شد و اینجا بود که کم کم همه دیدن این مرد فقط عادل نیست، سیاستمدار هم هست، قاطع، بیطرف و هوشمند. کم کم آوازه عدالتش پیچید تو قبایل دیگه. قبایل اطراف هم اومدن پیشش و گفتن بیا برای ما هم داوری کن و اینطور شد که دیاکو کم کم از یه داور ساده تبدیل شد به یه شخصیتی فرامنطقه‌ای. اما یه روز دیاکو کنار کشید. آره، خودش داوری رو کنار گذاشت و گفت تا وقتی بی‌نظمی هست هیچ قانونی اجرا نمیشه. یا ما باید یک پارچه بشیم یا همیشه درگیر خواهیم موند. و اینجا بود که قبایل ماد برای اولین بار در تاریخ جلسه‌ای بزرگ رو برگزار کردند و به اتفاق نظر تصمیم گرفتن دیاکو رو به عنوان پادشاه خودشون انتخاب کنند و این آغاز پادشاهی ماد بود. با انتخاب دیاکو ایران وارد یه مرحله جدید از تاریخ شد، مرحله ای که در اون برای اولین بار حکومت متمرکز به وجود اومد. دیاکو فقط یک پادشاه نبود، اون فوراً دست به کار شد. چیکار کرد؟ ساختار حکومتی ایجاد کرد. دیاکو یه سیستم اداری درست کرد. برای اولین بار مسئولین منطقه‌ای تعیین کرد که به پادشاه پاسخگو بودن. دیگه هر قبیله‌ای مستقل نبود، همه توی یه چارچوب حکومتی قرار گرفتن. دیاکو شهر هگمتانه رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرد، شهری که امروزه به اسم همدان میشناسیم. هگمتانه یعنی جای گردهمایی، شهری مستحکم با قلعه های تو در تو. گفته میشه این شهر 7 دیوار متحدالمرکز داشت، هر کدوم با یه رنگ خاص، و این خودش یه نماد بود: نظم، تمرکز و قدرت. شاید باورتون نشه ولی دیاکو یه جور سرویس اطلاعاتی ابتدایی داشت، جاسوس هایی که وضعیت مناطق مختلف رو بهش گزارش میدادن و این باعث میشد بتونه قدرت رو حفظ کنه، نارضایتی ها رو زودتر بفهمه و شورش ها رو در نطفه خفه کنه. حالا دیاکو رفت سراغ ساخت ارتشی متحد، ارتشی از اقوام مختلف ماد. دیگه سربازهای پراکنده قبیله‌ای نبودن، بلکه زیر پرچم ماد می جنگیدن. دیاکو فقط یه فرمانده نبود، یه معمار سیاسی بود. مادها رو از حالت قبیله‌ای در آورد، بهشون هویت ملی داد و پایه‌گذار اولین دولت ایرانی شد. جالبه بدونین که دیاکو در مناطق آشوری هم ذکر شده. در لوح‌های شاه آشور از مردی به نام دیاکو نام برده شده که علیه آشور شورش کرده بود و خیلی از تاریخ نگارها معتقدن این همون دیاکوی ماست. اجازه بدین تا اینجا یک خلاصه‌ای داشته باشیم. ما با قومی آشنا شدیم که اسمشون ماد بود. مادها پراکنده بودن، اما با فشار دشمن و درایت یه مرد متحد شدن. دیاکو اون علقه اتصال بود، کسی که هم عدالت رو آورد، هم نظم رو، هم امنیت رو. اما این تازه شروع ماجراست. دیاکو حالا پادشاه شده بود، هگمتانه رو ساخته بود، ساختار حکومت شکل گرفته بود، اما هنوز یه سایه سنگین روی سر مادها بود. آشوری ها مدت ها بود که به سرزمین ماد حمله می کردن. اونا می خواستن این اقوام رو تحت سلطه نگه دارن، ازشون مالیات بگیرن، سرباز بگیرن و نذارن که قدرتی به اسم ماد شکل بگیره. و حالا که دیاکو داشت یه حکومت مستقل تشکیل میداد، خب معلومه که این برای آشور تهدید بزرگی بود، دقیقاً در مرزهای شرقیشون. در سال 714 پیش از میلاد بر اساس منابع آشوری، پادشاه اون زمان یعنی سارگون دوم به مناطق ماد لشکرکشی کرد و توی الواح آشوری اومده که اون در این حمله چندین منطقه ماد رو آتیش زد و حتی دیاکو رو که احتمال زیاد همون دیاکوس شکست داد یا مجبور به عقب نشینی کرد. اما این به معنی پایان کار دیاکو نبود، برعکس این حمله یه چیز رو نشون داد. دیاکو دیگه فقط یه رهبر محلی نبود، اون قدر قدرت گرفته بود که دشمن درجه 1 آشور شده بود. بعد از اون حمله دیاکو مسیرش رو عوض کرد. به جای جنگ مستقیم تمرکزش رو گذاشت روی تقویت درونی حکومت. زیرساخت‌ها، ارتش، دستگاه اداری و سیستم ارتباطی بین مناطق مختلف.
حتی بعضی منابع حدس میزنن که دیاکو سعی کرد با همسایه ها مثل مانا و اوراتو روابط دیپلماتیک برقرار کنه، چون مقابله با آشور به تنهایی ممکن نبود. باید اتحاد منطقه‌ای شکل می گرفت و دیاکو دقیقاً دنبال همین بود. تو این دوران مادها کم کم از حالت یک قوم خارج شدن و تبدیل شدن به یک ملت. دیگه مردم فقط به قبیله خودشون فکر نمی کردن، بلکه خودشون رو بخشی از چیزی بزرگتر می دیدن، سرزمین ماد. و این نکته خیلی مهمه، چون یه ملت واقعی فقط با قدرت نظامی ساخته نمیشه، بلکه با فرهنگ، با هویت مشترک و با رهبری هوشمندانه ساخته میشه و دیاکو دقیقاً داشت همین کار رو میکرد. جالبه بدونید که طبق بعضی نظریه ها دیاکو حتی نوعی دادگاه مرکزی راه انداخته بود که مردم میتونستن از نقاط دور هم شکایت بفرستن. یه جورایی ابتدایی از سیستم عدالت مرکزی، اونم تو قرن 8 قبل از میلاد. در نهایت با وجود تهدید همیشگی آشور، دیاکو تونست پایه های یک حکومت نیرومند رو بنا بذاره، نه فقط با شمشیر، بلکه با فکر، با نظم و با ایده اتحاد. اما همونطور که تاریخ همیشه نشون داده، هیچ پادشاهی تا ابد باقی نخواهد ماند. هر داستان بزرگی یه پایان داره و حالا وقتشه برسیم به پایان کار مردی به نام دیاکو. دیاکو سالها بر ماد حکومت کرد. دقیق نمیدونیم چند سال، چون منابع باستانی آمیخته با افسانه هستند. اما طبق روایت هرودوت دیاکو به مدت 53 سال حکومت کرد. 53 سالی که در تاریخ ایران شبیه یه بیداری بود. دیاکو از قوم‌های پراکنده یه ملت ساخت، از آشفتگی نظم ساخت و از وحشت امید. با گذشت سالها اون مرد جوانی که روزی داور قبیله‌ای بود، حالا پادشاهی شده بود که همسایه‌هاش ازش حساب می‌بردن و البته دشمنانی مثل آشور هنوز هم تهدیدی دائمی بود، اما دیگر نمی‌شد مادها رو نادیده گرفت. همونطور که قبلتر گفتیم، نام دیاکو در منابع یونانی و آشوری به شکل‌های مختلفی اومده. در منابع آشوری به اون لقب دیاکو داده شده و در تاریخ هرودوت مفصل درباره اون صحبت شده و به عنوان پایه‌گذار حکومت مادها معرفی شده. اما جالبه بدونیم که منابع آشوری اون رو نه فقط یه شورشی، بلکه تهدیدی جدی برای امپراتوری خودشون میدونستن و این یعنی قدرت دیاکو افسانه نبود، واقعی بود، ملموس بود. یه قدرتی که حتی بزرگترین امپراتوری های اون دوران یعنی آشور ازش میترسیدن. و در نهایت بعد از سالها تلاش و مبارزه دیاکو چشم از جهان فرو بست. یه پادشاه، یه پیشوا و شاید مهمتر از اون یه بنیانگذار. با مرگ دیاکو حکومت ماد متوقف نشد. فرزندش فرورتیش جای پدر رو گرفت و راه اون رو ادامه داد. اما دیاکو برای همیشه در تاریخ ایران موندگار شد. ما توی این ویدیو سفری داشتیم از دل تاریکی تا اون نورهای طلوع تمدن ایران، از قبیله‌ای پراکنده تا شهری به نام حکمتانه، از مردی گمنام تا پادشاهی که اسمش تا امروز در تاریخ باقی مونده و این آغاز ماجراست. اگه با من همراه بمونین در قسمت بعدی میریم سراغ فرورتیش پسر دیاکو و داستان گسترش پادشاهی ماد تا روزی که اونا با دشمنی به نام آشور یه بار برای همیشه تصفیه حساب کردن. ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید.